عزیزا و همراهان همیشگی سلام، امید که خوش و خندان باشین. خوش آمدید بازم در یک ویدیوی دیگه از بند همبستگی میر موسی زوارخان شیرداغ. دوستای عزیز، امروز یک خبر خوش که آقای صابری عزیز یک مقدار کمک اینجا آورده که تقدیم ده حاج زاده مونه و همچنین برای کلینیک و میدان ورزشی شهدای شیرداغ هم یک مقدار در نظر داره که تقدیم آقای حسینی و بعضی کسای دیگه که مسئول است تقدیم کنه. دیگه بیشتر صحبت منیم همراه آقای حاجزاده صاحب و آقای صابری عزیز که از زمانی که در شیرداغ آمده و این بند را دیده چی نظرات داره و چی گفتنی ها بخش دوستا و بیننده ها داره. تشکر شما. داشتم در نکنه آقای صادقی، خواهش می‌کنم که چینل یوتیوب تا وقت اطلاعی داشتم در نکنه که خیلی بخش مردم دیگه زحمت میکشه تمام چیزایی که کار میشه، تمام چیزاش بخش مردم توضیح میدید. خواهش می‌کنم دیگه شما تشکر میشه خیلی. چون آقای حاجزاده صاحب دیگه زحمت میکشه، حالا که فعلا دیده که تخت کار دیگه بله زحمت های ازیک فعلا معلوم نمیشه. در سال آینده آباها جمع شنه انشالله دیگه و بعد از او دیگه انشالله نتیجه شه بعد از او اینجا انشالله معلوم میشه. داشت در نکنه که زحمت میکشه قدرش باید ما بدانی که اینجا خیلی تلاش کرده برای این مردم زحمت کشیده. دیگه از طرف که دیگه کسایی که مور بیننده است دیگه انشالله ببینه این چیزی که کمک های خود را دریغ نکنه انشالله که کم کم میتره مگه کم کم میشه دریا ها، قطره قطره میشه دریا. این نیست که حتما یک دفعه او کسایی خیره زیاد است 100% انشالله اون کمک بیشتر منه کم است اون هر چی که باشه دیگه کم کم امور بخش کروان کنه بفرسته اینجا کمک کمک کار پیش رو بره. دیگه خیلی خوب است انشالله. شما تشکر میکنم. سلامت باشی. داشتم در نکنه آقای حاجزاده داشتم در نکنه انشالله زحمت کشیدین خیلی زیاد با این گرد و خاک و خاک اینا همه دیگه خانه خطر کده هم دین دیگه گرد و خاک سالها میتر یک سال چیده که زحمت کشیدین. داشتم در نکنه تشکر از مو کسته یک هم برادرای مکدود نیشمون جسته مگه مطرم شک یک سهم بگیریم بخش از این منه آبان مثلا بخش کلینیک بخش امزه چیز ورزشی همون شده کم کم بخش از منا کسته و باید بندگون خدا کتا میره کم کم همون تمشه که سهم بگیره سهم داشته باشه. یک جان تشکر دیگه. تشکر دیگه. زنده باشه بولم. سلامت. تشکر. تشکر. یعنی را حساب کن 15,000 افغانی انشالله. کم است مگه اما تشکر. یک جان تشکر. یک جان تشکر از آقای صابری که بالاخره سهم گرفتن دیگه از تمام بیننده از تمام دوستان. بالاخره بازم ما یک تقاضای کمک داریم. فعلا بودجه از ما خلاص شده. راجع در حساب کتاب گپایش یک گروه خصوصی که 5-6 نفر به حساب در جریان هستن مسئولین هستن. هر ماه به حساب اونموج به حساب دیده میشه. در هر ماه مصارف از ما بین 32-33 لک روپیه مصارف است که فعلا اینا کم نشده. مو ماشینری از ما که از بهار قرار داشته تا می لحظه است. غیر که زیر امروز مزدای آقای حمیدی به حساب تعطیل کرده سر زمین روز از 3-4 روز دیگه شاید به حساب بعضی ماشینالات به حساب کم شنه که فعلا تیلم رو به قیمتیه. تیلم اصلا به طوری کل نداریم. حدوداً یعنی روز 50-55 هزار روپیه کرایه زمین ماشینریه، روز 45,000 افغانی مصرف تیل است. روزانه روز 3 بلر تیلم 15,000 است آقای حسین. بله دیگه حدوداً 15 نفر کارگر داریم دیگه. خرج خوراک است دیگه است. فقط روزانه روز 1,05,000 1,06,000 تا 1,10,000 خرج از ما به حساب بعض خرید گپا که داریم به حساب میرسه که از 25 حمل امسال ما کار شروع کردیم تا می دقیقه تعطیل نبوده. 1-3-4 روز در عید قربان تعطیل بوده، 1-3-4 روز در محرم داشرا تا ساعت تعطیل بوده دیگه. 1-3-4 روز اینا مثلا بعضی خرابی و عوارض گپا به حساب بوده.
که این 4 ماه تعطیل نبوده. 4 ماه خورده که حدود 120 130 لک روپیه افغانی فقط امسال مصرف شده، چون این پروژه بسیار کلان است دیگه. خب شاید تصویر گپا خوب دقیق دیده نشده، اینجا که باید میبینه از به حساب کلانی و بزرگی گپای زیره دیگه. فعلا ما داخل قرار داریم دیگه، بودجه به طور کل نداریم. یعنی می ماه پیشنه ماه است تمام بودجه از ما $27,000 است که این ماه قبل 18 لک و 70 هزار هم مصارف از ما شده بدون تیل رو جداگانه خریداری کردیم که اونمو $27,000 از ما فقط این ماهش ماه اسد را به طور کل به حساب پرداخت کنه. آره دیگه یعنی ماه سنبله که یعنی دهم روزه به حساب ما دیگه بودجه نداریم دیگه. آره که ان شاء الله یعنی می اولین اخیر پالینیک میگیریم با امید است دوستا بالاخره همکاری کنه هر کس به اندازه توان خو دیگه، به خاطر که ماشینری اگر از این چبوره مشکل است دیگه. هر کدام از 30,000 40,000 تا 1 لک افغانی مصرف خورده از هرات از کابل از پکتیا در اینجا آمده که بوره باز دوباره مشکل است. حالا سخت است. حالا یک ماشینری پختکاری باشه مشکل نداره، حالا یک مسئله قطاره و نرده و حفاظش باشه مشکل نداره، حالا یک مسئله سیلبورش هست مشکل است در آینده کار کنیم. ولی این کار نمیشه، این باید برسونیم. من حدودا راجع به اینکه چقدر مانده چقدر به حساب کار پیش رفته انجینر صاحب به حساب توضیح میده. تشکر از تمام بیننده، تشکر از شما زحمت کشیدید. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت تمامی بیننده هایی که ما را از طریق یوتیوب چینل وقت طلایی میبینه و همچنان سلام های گرم خش را خدمت مهمانی عزیز که تشریف آورده امروز تقدیم میکنم. واقعا خوش آمدین و زحمت کشیدین و همچنان یک مقدار پول را در اینجا کمک کردین، یک سهم بزرگ را واقعا گرفتین در این قسمت. در قسمت کارها به خوبی تا حال را پیش ما را قسم کارزاده صاحب گفتن این ماه سنبله که امروز تاریخ 10 هست بدون بودجه کار میکنیم که تا امروز را فعلا کار کردیم. تقریبا 1 متر و 70 سانتی ارتفاعی بند مانده و همچنان عرض بند 24 متر مانده و همچنان طول بند هم در 158 الی 160 متر رسیده که انشالله تا 9 روز 10 روز که میتر به صورت مداوم کار کنیم انشالله هم 1 متر 70 سانتی را انشالله ختم کنیم. چقدر میبونه؟ 16 متر الی 16 و نیم متر شاید 17 متر عرض بندانه و طولش 1 متر 160 الی 163 64 مقدار میرسه. تشکر سلامت باشین. آقای حسینی اگر کدام گفتنی داشته شه و یک نکته دیگه و همچنان در اخیر از تمام خیریین که در این قسمت همکاری میکنه تشکر میکنیم و باز هم دست امید به طرف شماست. اگر ماشینری که کار میکنه تقریبا 9 روز 10 روز دیگه هم که کار کنه فرض کو 20 روز میشه، 10 روز تا حال کار شده در ماه سنبله 10 روز دیگه هم که کار شده 20 روز، یعنی 20 روز یک مصارف هنگفتی است، پول کم نیه. باز هم ان شاء الله ما همه ما امید داریم، چشم امید به طرف خیریین است که ان شاء الله همکاری ما کنه تا بتونیم کمی بودجه ها یا پول هایی که میمانه پرداخت شود. تشکر سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام به جناب آقای صادقی که زحمت های زیاد میکشه. تشکر میکنم از جناب آقای صادقی و از چینل یوتیوبی وقت طلایی. سلام به بیننده های عزیز که مورا از چینل یوتیوبی وقت طلایی بیننده است در هر جایی که باشه انشالله جور صحتمند باشه. دیگه سلام خود خره برای تک تک از اونا میگم انشالله که کمک خود را و همکاری خود را از این بندی میر موسی زاورخان شیرداغ انشالله دریغ نکنه. جاوید جان از کشور فرانسه تشریف آورده و نظرات جاوید حسینی رو میشنویم درباره از این بند. سلام خدمت دوستا، خدمت چینل یوتیوب وقت طلایی. امید که جور صحتمند باشید. واقعا بعد 2 سال وقتی دوباره شیرداغ آمدم کار بندا بدیدم، واقعا جای افتخار است که در سرزمین شیرداغ همچین بندا بساخته شده و واقعا این پروژه خیلی بزرگ است و بودجه خیلی زیادی در بر میگیرم، مصارف زیاد دارم و از طرف خودم هم یک مبلغ ناقابل یک 20,000 افغانی در نظر گرفتم. البته فعلا پیش من نیست و خدمت آقای حاجزاده تقدیم میکنم در روزهای آینده و دیگه کمی خاصی ندارم. امیدوارم که دوستا
اگر توان کمک داره از کشورهای اروپایی یا هر کجای افغانستان یا بیرون از افغانستان میتونن کمک کنن در این بنداب کمک کنن، دریغ نکنن. یک جان تشکر. خواهش میکنم. زنده باشی خارزاد جان. تشکر دیگه، تشکر یک جان تشکر از کل دوستا، کسایی که خیرینی که به حساب اینج کمک کرده. واقعا همین هم که دوستا یادآور شد امسال واقعا ما بسیار خوش بودیم. یعنی اینقدر خانواده‌های اینا یک از کابل شاید بیش از 15 خانواده مثلا تعطیلات همین تعطیلات اینجا در اینجا آمدن گذران کردن. دوستایی که از خارج آمدن 100% یعنی کسایی بودن که ما بعد 30 سال در اینجا آمدیم. خیلی از خانواده مثلا از برادرای هرات اینا هر کس دیگه بالاخره شوق رمزی وطن بودن دیگه. یعنی فقط خوشخواهی ان شاء الله خلاص رو برطرف شنه که ان شاء الله حتما ان شاء الله دوباره نتیجه میده دیگه. او به حساب چی میشه دیگه ان شاء الله سال تا سال ان شاء الله باعث پیشرفت باعث به حساب زیادتر ان شاء الله دوستان. تشکر یک جان تشکر. خب یک جان تشکر از جاویدجان حسینی که به مبلغ 20,000 افغانی رو وعده شد که انشالله در روزهای آینده برای آقازاده صاحب تقدیم منه و ما چشم در امید کمک شما خیرین عزیز هستیم که به اندازه توان خیتر نیه که مبلغ کلان پرداخت کنی. نه بودجه هم بخیر راستی راجع در بودجه بسیار واضح ما صحبت کنیم. ما یک گروه داریم که همین مسئولین است دیگه، اما یک صراف هست که پیسه پیش از ما با حساب موجود است. ما قبل حدودا 15 روز پیش 27,000 دلار ما بودجه داشتیم. کنمو 27,000 دلار عبدال اگه خورده مصرف مایسر از ما شده، این کارگرای اینا رو به حساب دست جور کرده که فکر کنم مایسر تکمیل منه. تیل که ما خریداری کردیم تا این امروز شاید 2-3-4 بیلر تیل دیگر داشته باشیم. در غزنی از 13 تن تیل که ما خریداری کرده بودیم دیروز آقای خداداد بار کرده 6 بیلر مانده بوده. 4 بیلر دیگر نو پیسه روان کردیم که 10 بیلر به حساب شکل تا می لحظه را تیل داشتیم. یعنی مزد کارگرها از امضای اول سنبله به حساب مانده، ماشینری به حساب مانده. امضای به بعد هر چقدر که مصرف شوه روزانه روز 1 لک یا 1 لک خورده مصرف است دیگه. بودجه فعلا به حساب نیست. نه تشکر. یک جان تشکر. خب دوستان عزیزی بود ویدیو امروزی ما که آقای صابری عزیز و آقای جاویدجان حسینی لطف کردن، زحمت کشتن و یک مبلغ بسیار کلان را از نظر ما کلان خلاصه هر کس به اندازه توان خود 10,000 20,000 50,000 هر قدر که توان چی داره در اینجا سهم بگیره انشالله که به جای مصرف نمیشه و این مردم از خشکسالی نجات پیدا نه. تا ویدیوی بعدی شما رو به الله پاک میسپارم. خداوند یار نگهدار همه تا.